بچه ها اوکیه؟ پشت صحنه اوکیه؟ رکورده بریم 1 2 3 بریم از اینجا. سلام 100 تا سلام. خب بچه ها امیدوارم که حالتون عالی باشه. خب بچه ها 2 تا مهمان، 2 تا اصلا بگم گول تو این ویدیو داریم. یه برنامه خفن داریم، اصلا نگم براتون دیگه. ببینیم این 2 نفر رو میتونیم به هم برسونیم یا نه. یه بلاندیت خفن داریم. حتما تا آخر با من همراه باشید، با مهمانامون و پشت صحنه ای که همینجوری دارن زحمت میکشن دیگه. آقا اشکان، آقا سعید، آقا بهروز. خب قبل اینکه بریم به برنامه برسیم، این 2 عزیز، 2 جوان، البته حالا از من سنشون بالاتره، خودشونو معرفی کنن بعد بریم به برنامه برسیم. بفرمایید. چطوری خوبی؟ چه خبر؟ سلام علیکم. سلام به پشت صحنه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من عموقیصر هستم دیگه. بالاخره منو تو کلیپ های MPSS جام منو دیدید. بالاخره خیلی هم به قول معروف به یوتیوب علاقه دارم. حالا این ویدیو رو دوست داشتید لایک میتونید کنید. مخلص همه بچهای پشت صحنه هستیم، مخلصیم، خسته نباشید میگم. امیدوارم که یه برنامه خیلی عالی باشه. MPSS جان عزیز دلی فدات بشم. سلام MPSS، خوبی؟ حالت خوبه؟ سلام به پشت صحنه، خسته نباشید. سلام به عموقیصر. امیدوارم که همگی حالتون خوب باشه. امیدوارم که یه برنامه خیلی خوبی داشته باشیم و کنار هم خوش بگذره. مرسی. بله عموقیصر و الناس خانوم چقدر به هم میام. ماشاءالله پشت صحنه یه دست بزنی. با سوالات خیلی مهم باید شروع کنیم. یه دونه عموقیصر، یه دونه الناس خانوم. خب اولین سوال عموقیصر شما بگو که از چیه الناس خانوم خوشتون اومده؟ اینو بیشتر واسه ما بگید، واسه بیننده ها بگید، ممنونتون میشم. بفرمایید. خب من بخوام به این سوال پاسخ بدم، میشه یه ذره بخورم؟ بفرمایید. 2 سال پیش بود یا تقریبا 2 سال و نیم پیش بود که الناس خانومو دعوت کرده بودی بیاد به ویدیو و من اونجا دیدم واقعا دختر خیلی با شخصیتی هستم، به قول معروف دختر خیلی مؤدبی هستم و همونجا اگه یادت باشه من خیلی بهشون علاقه‌مند شدم و بالاخره 2 سال و نیم شده و امیدوارم که هر جوری شده به قول معروف این 2 تا گنجیش به هم دیگه برسن دیگه. بله خیلی هم عالی. حالا الناس خانم شما؟ خب سوال خیلی خوبی بود. والا عموقیصر از اونجایی که من شناخت دارم به نظر من خیلی مرد شریفی هستن و اینکه خیلی به نظر میان که با غیرت هستن. من از با غیرت و به شدت خوشم میاد. خوشتیپ بودنشون، استایلش و چیزای دیگه، اینا باعث شد که از عموقیصر خوشم بیاد و خیلی منم خوشم میاد ازشون. خیلی هم عالی، خیلی هم زیبا. بالاخره این 2 جوون، بازم گفتم جوون، اینم من بزرگترم. خب عموقیصر بازم شما حاضری برای الناس خانوم چه کارایی انجام بدی که بهش برسی؟ یعنی دست به چه کارایی مهم و بزرگی بزنی که هر طوری شده به الناس خانوم برسی؟ خب سوال خوبی بود. من برای به قول معروف الناس خانوم دست به هر کاری حاضرم بزنم. شما بگو پله های برج میلاد برو بالا رو پایی بزن، من این کار رو انجام میدم. پله های برج میلاد همینجوری یه بار برو بالا، یه بار دیگه بیا پایین، بازم من انجام میدم. مرسی بابت این سوالت. واقعا باید همه چیز اینجا مشخص بشه. MPSS جان ممنونم ازت. بابا ایول عموقیصر بابا بنازم. اصلا گفت دست به هر کاری میزنم. الناس خانوم داری که وای عموقیصر مرسی. وای خیلی عالی. سوال 3 الناس خانوم شما چه ویژگی های خوب و بد دارید؟ لطفا حالا اون خیلی خوباشو بگید و خیلی بداش هم حالا دوست داشتید نگید. خب من ویژگیام خوباشو بخوام بگم خیلی مهربونم. حالا ویژگی های دیگه که بخوام داشته باشم دلم واسه طرف میسوزه، به قول معروف
ویژگی های خوبم و دیگه نمیگم. ویژگی بدی هم حالا یه مقداری زود بخوام سر یه چیزای الکی ناراحت بشم، این ویژگی بد منه. بله الناس خانم خیلی صادقانه جواب دادن، ممنونم ازشون، مرسی. سوال 4 الناس خانم، بازم شما آشپزی شما چجوریه؟ دستپختون چجوریه؟ تا شادومات بالاخره یه کنه یه آقا قیصر شکموه دیگه. بفرمایید. من آشپزیم فوق‌العاده خوبه اصلا عاشقش میشید دیگه. خیلی آشپزیم خیلی خوبه، اصلا آشپزی من دیوونه میکنه. هر کسی که بخواد بخوره، هر کسی که بخواد میل کنه. او بابا بنازم الناس خانم، به قول معروف همه چی بلدن و فلان و اینا. حالا این سوالو از عمو قیصر دارم. عمو قیصر راستشو بگو، دستپخت خودت چجوریه؟ خب دیگه بالاخره به قول معروف من آره یکم شکمو هستم. الناس جان خیلی ممنونم. و من آشپزیایی بالاخره بلد بودم. اون موقع با سعید جانی توی رستورانی بالاخره داشتیم، خودمون آشپزی میکردیم، جوجه و کباب و به قول معروف چیزای دیگه بالاخره بلدم. نه بابا خوشمون اومد آدم و قیصرم بلده بابا، جوج میزنه کباب میزنه بالاخره. بنازم تا اینجا اگه خوشتون اومده، از این دو عزیزم خوشتون اومده، حتما لایک و بکوب. خب اینم از این سوالات که حالا پرسیدیم، بخشای جذاب و اصلی مونده، جایی نرید. خب عمو قیصر تا اونجایی که من یادمه شما آواز میخوندی و از این حرفا و صدات هم خدایی خوب بود و الان فکر کنم اون بهترین آواز عمرتو باید الان بخونی. اگه میشه یه دهم بخون بریم که داشته باشیم. قربونت بشم امپیاسس، من آواز بد نمیخونم، نوجوانی بوده بالاخره. حالا اگه تو این برنامه اگه موافقید الناس خانم، شما هم اگه موافقید، دل من دل من پیش او گیرد، من جانم را به او میدم. وای چقدر فوق‌العاده بود. بچه ها موافقید یه دست بزنیم؟ این موزیکم که به من تقدیم کردم واقعا خیلی ذوق زده شدم. بابا مرحبا جانم، دست بچه ها دست بزنید. آقا شهرام دست خدا به الناس خانم رو میبینیم که اصلا خوشش اومده، تقدیمم کرد به الناس خانم. الناس خانم شما الان در حال حاضر مشغول چه کاری هستید و چی کارا میکنید؟ ممنون میشم که به این سوال بنده پاسخ بدید تا بیننده هامونم بدونم. مرسی. خب الان من در حال حاضر یه سالن حالا زیبایی دارم، پیجمم احتمالاً داشته باشم بچه ها. اوضاع اینجوری میگذره. بله خیلی هم عالی. الناس خانم هم که دیگه معلوم شد الان در حال چه کاری هستش و خیلی هم عالی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خب بخش اصلی برنامه، دروغ سنج. وای 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 وای، هر دو آماده اید دیگه؟ ببینید اینجا دیگه بخش خیلی مهمیه، واقعا بیننده هم دیگه دارن میبینن دیگه، خودتونید و این دروغ سنجه دیگه، ببینم چی کار میکنید دیگه. امپیاسس قبل اینکه بخوای دروغ سنج رو بیاری تو بازی، قبل اینکه شروع کنی، من یه بالاخره این گلو خریده بودم اول برنامه، گفتم که حالا به قول معروف هر کسی اول برنامه تقدیم میکنه به شخص مورد علاقه یا به شخص دیگری، ولی من دوست داشتم وسط برنامه تقدیم کنم که خسته نشن و بالاخره یه گل بالاخره شاخه‌دار و بالاخره خیلی خوشگل به همون گل فروشیه گفتم همونجا واسه من اوکی کنه که من باید تقدیم با عشق کنم. اوه عمو قیصر گل داد، دست بزنید بچه، بازم دست داره.
عالی بود عمو قیصر، لایک داری، کارت عالیه. الاس خانم هم که دیگه اصلا واقعا ذوق کردن زیاد. الاس خانم اگه قابل بدونید این قول برای شماست، تقدیم با عشق. ممنونم. چقدر این گل خوبه. مرسی عمو قیصر جانم. ای جانم. بله بچه ها، این دستگاه دروغ سنجمونه. امیدوارم که هر دو قشنگ درست پاسخ بدن چون حساسه. نفری یه دونه سوال. عمو قیصر شما تا حالا عاشق شخص دیگه ای شدی؟ فکر کن عمو قیصر، فکر کن. من باید جواب بدم. یه بله یا خیر؟ یه بله یا خیره دیگه. جواب من به این سوال شما اینه که خیر. مطمئنی؟ هیچ عنوان. خیر. 1 2 3. ایوال عمو قیصر درست بود. ایوال عمو قیصر. ایوال. الاس خانم شما همین سوالو باید پاسخ بدی. خب بخوام اگه راستشو بگم تا حالا عاشقی واسه من پیش نیومده. جواب من خیره. ایوال. پس مشخص شد که هر دو بالاخره عشق عاشقی اوله. سوال 2 خیلی مهمه. اگه دروغ باشه من میگم همینجا این داستان تموم میشه. جو نمیدم، میتونید نگاه کنید. عمو قیصر تا حالا رابطه جنسی داشتی؟ این سوالت هم خوب بود. رابطه جنسی به هیچ عنوان. تا حالا به هیچ عنوان. این گلو به خودم دادم که قبل ازدواج اصلا این کارو نکنم. خیر. عمو قیصر عالی. عمو قیصر از این سوال عمو قیصر عبور کرد. الاس خانم شما قبل ازدواج این اتفاقو واسه خودم رقم بزنم چون اصلا درست نیست. پس جوابم بازم به این سوال خیره. من از اینا بیشتر خوشحال شدم. این سوالم به خیر و خوشی گذشت. میدونم سوالات خیلی به قول معروف میدونی. سوال 3 هم خیلی مهمه. الاس خانم شما تا حالا دزدی کردی؟ خب تا حالا دزدی که نه. جواب بازم به این خیره. بله جان دلم. عمو قیصر شروع. خب MPSS بالاخره یه سوالی کردی که جوابش بله است. عمو قیصر واقعا دزدی کردی؟ یکم این کارت باعث شد الان من حالا یه کمی برم توی فکر. بله؟ عمو قیصر توضیح میخوام. الاس خانم شما هم آروم باش. ولی من توضیح دارم. خب اون موقع بالاخره زمان ما جوری بود که به قول معروف هر کسی این کارو انجام داده. نمیخوام هر کیو بد کنم ولی زمان ما به قول معروف از جیب آقامون این بوده برداشتیم بردیم یه نوشابه شیشه‌ای گرفتیم. چیز خاصی نبوده. بخوایم بریم از جیب مردم به قول معروف از جیب فلانی نه. خب اب نداره توضیح دادی. دزدی واقعا کار بدیه ولی حالا به قول معروف از جیب پدر بزرگوارتون بوده مشکلی نداره. بله عمو قیصر هم توضیح دادن بالاخره به قول معروف. سوال 4 عمو قیصر تا حالا دروغ بزرگی گفتی؟ حالا به هر کسی ولی بزرگ. دروغ بزرگ نه. خیر. ببینیم. درست بود. به الاس خانم شما این سوالتونم نه اصلا. خیر. اینم درست بود. خب یه سوال خیلی سخت دارم از عمو قیصر. خیلی سوال سختیه. خیلی سختیه. الاس خانم شما دیگه بازی رو تموم شده بدون چون که دیگه سوالات تموم شد. یه دونه از عمو قیصر سوال میکنم. عمو قیصر واقعیت رو باید بگی. بیننده هم دارن میبینن. سعید جانی یا الاس خانم کدوم انتخاب میکنی؟ راستشو بگو. MPSS نگاه کن دیگه داری چیکار میکنی دیگه MPSS. این چه سوالیه تو داری میکنی آخه MPSS؟ این سوال آخه عمو قیصر قرار شد قاطی نکنی دیگه. بچه‌ها پشت صحنه دارن زحمت میکشن. برنامه رو لطفا خراب نکن. برنامه رو داری خراب میکنی دیگه MPSS. نکن ناموسم بابا. ای بابا اب نره. جواب میدم به خاطر الاس خانم جواب میدن که فکر نکنم ما دروغگوی چیزی هستیم. من الاس خانم انتخاب میکنم. برو ببینم. هولی شت. بالاخره سعید جانی هم جای خودش رفاقتتون
هستش و فلان و اینا، ولی خب بالاخره عشق یه چیز دیگه است. خب اینم از این بخش بود که دیدیم خیلی جذاب بود، خیلی نفسگیر بود و خیلی استرس‌دار بود. بریم یه نفس بگیریم بیایم. هیچ جا نریم. عمو قیصر یه چیز فام بری که یکم بخندیم الاس خانم هم اینو خوشش بیاد. بالاخره عروس و داماد بالاخره باید با هم برقصن. الان میخوام قبل اینکه عروسیتون بشه رقص شما رو ببینیم عمو قیصر. نه یار الاس خانم، بله بعدش دیگه به خاطر الاس خانم و پشت صحنه این کارو انجام میدم. یه موزیک پلی کنید بریم که داشته باشیم. وای چقدر قشنگ میرقصن. وای خدا، وای خدا. مرسی امپیسه. عالی بود عمو قیصر، عالی رقصیدی. تانک یو عمو قیصر. من یه چیزی از الناز خانم میدونم که گفت بهش نگید، ولی الان باید بگیم. ورزشکارا واسه الناز خانم، کسی که میخواد بشه شوهر آیندهش باید جوری سینه جلو، عضلات جلو بازو. معنی اینکه میخوایم ببینیم ورزشکار هستی در طی روز چقدر ورزش میکنی، یا در طی هفته یا در ماه چقدر ورزش میکنی. 10 تا 20 تا شنا بزن الاس خانم ببینه و بدونه که شما واقعا ورزشکاری و دیگه کار بره دیگه نزدیک بشه. چطورین بچه‌ها؟ خوبین؟ چه خبر؟ مخلص همگی. وای آره من عاشق ورزشکارام. عمو قیصرم که حالا شنا رفت آمادگی بدنشو نشون داد، خیلی خوب بود. بابت این قضیه هم خیلی خوشحالم. خب ما میریم پشت صحنه، یه سورپرایز داریم. یه آهنگ ملایم گوش کنید که ما تا بیایم. اینجا رو دیگه نمیتونیم ویدیو بگیریم. به بچه‌ها سورپرایز بود. بالاخره الاس خانم زحمت کشیده بود یه غذای مشتی و توپل، دستش هم درد نکنه. ممنونم. واسه ما پختن و خوردیم شادوماتی اصلا فکر کنم خواست همین الان زنگ بزنه به آقت بیاد، ولی گفتیم بالاخره اصلا محشر بود. فوق‌العاده بود. وای امپیسه چقدر خوشمزه بود. خیلی الاس خانم ممنونم. آشپزیدون اصلا وای میخواستم انگشتای دست و پامم بخورم. دستمو که خوردم حالا به قول معروف پایه بوی جوراب میده. نوش جونتون گوشت بشه به تنتون. وای خیلی خوشمزه بود. عمو قیصر شرمنده میکنی. نوش جونت. یه دست بزنیم به خاطر الاس خانم بچه‌ها. خب تا اینجا که خسته نشدید، اگه نشدید لایکو بزن. مرسی. خب بچه‌ها این بلان دیت خیلی هم عالی بود، ولی بریم ببینیم جمع‌بندی کنیم ببینیم چجوریه دیگه. اول از همه از الاس خانم میپرسم که نظرشون خیلی مهمه، چون میدونم عمو قیصر یه جورایی اصلا از قبل اینکه این برنامه شروع بشه اوکی بوده، ولی باز بریم ببینیم چجوری هست. الاس خانم بفرمایید. خب من اگه بخوام جمع‌بندی کنیم واقعیت رو بگم، به نظر من با این 1-2 ساعتی که حالا اینجا بودیم نمیتونم جواب آره بگم یا جواب نه بگم. اینجا فکر کنم خدا رو شکر خوب بود، ولی باید ادامه دار باشه. خب الاس خانم یه جورایی میشه گفت نه یه جورایی میشه گفت آره گفت. پس اینجوری بوش میاد ما باید پارت 2 رو داشته باشیم. و عمو قیصر شما؟ خب نظر بنده اینه که هرچی که الاس خانم بگه پارت 2 بریم، مشکلی نیست. اصلا بگید پارت 1000 ما میایم به خاطر الاس خانم، موردی نداره. ولی نظر بنده رو بخواید ما 2 سال و نیم پیش
به قول معروف جوابمون رو به خودمون دادیم، دست رو انتخابی که گذاشتیم پشیمون نیستیم. خب عمو قیصرم گفتش که مشکلی نیست حالا پارت 2 باشه، ولی من اوکیم و انتخابم هم الیاس خانومه. به به خداحافظی باید کنیم مهمانای عزیز، بفرمایید برای خداحافظی. ممنونم از برنامه‌تون MPSS، خیلی خوشحال شدم. خسته نباشید میگم به همگی، خسته نباشید. عمو قیصر مرسی مرسی. تا حالا بدونیم چی و خدای بزرگ چی میخواد. یک دنیا ممنون. و این گل هم هیچ وقت واسه من فراموش نشدنی نیست. ممنونم از عمو قیصر. مرسی الیاس خانم، ممنونم از شما که به برنامه ما تشریف آوردین. عمو قیصر بفرما. مرسی MPSS بابت برنامه‌ات، خیلی خوب بود. پشت صحنه خسته نباشید، عالی بود همه چی دیگه. متشکرم. مرسی الیاس خانم، شما خسته نباشید. نوکرتم عمو قیصر، مرسی که اومدی. ان شاءالله که دیگه نهایی میشه. حالا اگه مخاطبا ویورا دوست داشتن برای پارت 2 توی کامنت ها بگن، اگرم نمیگن ما مجبوریم جلوی دوربین نیایم کارو تموم کنیم، مجبوریم مخفیانه توی پشت پرده سبز کارو تموم کنیم. آره دیگه، خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. امیدوارم که کلی لذت برده باشین. تا ویدیوهای بعد میبینمتون. اینجا باز یه ویدیو میاد، حتما کلیک کنید و نگاه کنید، مراقبت کنید. تا ویدیوهای بعد میبینمتون. فعلا